آش ترش زنجان یکی از آش‌های اصیل، سنتی و قدیمیه که پر از مواد مغذی و پر از خشکباره. با این ظاهر جذابش فوق‌العاده خوشمزه است. با این روش که من میگم درست کن، مطمئنم عاشق طعم بی‌نظیرش میشی. پیاز نگینی رو تفت بده، سبک که شد، نمک و فلفل سیاه و زردچوبه نعنا و خشک رو اضافه کنید، یه تفت کوچولو بده. عدس رو اضافه کنید، آب بریزید، سبزی آش رو به همراه حبوبات پخته شده اضافه کنید. زمان بدید تا عدس پخته بشه. آش ترش تو شهرهای مختلف به روش‌های مختلف پخته میشه. آش ترش زنجان با رشته آشیه. بعد از اینکه عدس و سبزی آش پخته شد، برگ قیسی، آلو سیاه، آلو بخارا، آلبالو خشک و عصاره گوشت به همراه لبوی پخته شده نگینی شده و رشته آش اضافه کنید. سرکه شیره هم اضافه کنید. آش ترش زنجان طعم ملسی داره. میزان سرکه و شیره بستگی به ذائقه شما داره. نمک آش رو اندازه کنید، زمان بدین تا آش جا بیفته. این پست رو سیوش کن، قلب بیرنگ منم قرمزش کن. این پست رو بفرست برای کسایی که عاشق آشن. مثل همیشه نوش جان.